پلیس گرجستان تحقیق قضیه خانم 40 ساله تاجیک با نام زرینه را ادامه می‌دهد که به گفته‌شان در قاچاق انسان ایبدار می‌شود. دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی گرجستان به رادیوی آزادی گفت که این زن در بازداشت است و به سوال‌های تفتیشات پاسخ می‌دهد. هفته گذشته پلیس اجاریا درباره انجام عملیات خبر داد که در نتیجه آن یک زن دیگری تاجیکستانی از اسارت شهوانی آزاد شد. پلیس میگوید زرینه قربانی 26 ساله خود را که برگی گل نام داشته است از دکبر سال 2012 مورد استفاده قرار میداد. در نتیجه فعالیت‌های فوری و جستجویی در شهر باتوم یک شهروند تاجیکستان بازداشت شد. او یک شهروند دیگری تاجیکستان را به گرجستان آورده قربانی را از پاسپورت محروم کرد و او را مجبور کرد که زیر تهدید و فشار دوام 1 سال به تن فروشی مشغول شود. پول‌های از روی غیر قانونی به دست آورده را از خود می‌کرد. تحقیقات از روی اتهام قاچاق انسان ادامه دارد.